این ارکیده رو پسرم به من هدیه کرده. روز زن بهم هدیه کرده. دستت درد نکنه امید جون. خیلی گل قشنگیه و چه عطری داره. صبح که پا میشم خونه پر عطره. یه عطر به خصوصیه، عطر ریواس با هندونه قاطیه. اصلا یه عطر خیلی ملایمیه. خیلی زیباست. مرسی پسرم، دستت درد نکنه. این هم سبزه های عیده. این دوتا را برای شیرین جون سبز کردم. اون یکی کو. اینم برای خودم سبز کردم. روز زن امید اومد منو ورداشت رفتیم ایکیا، چون توی شرکتشون جلسه داشتم. چند تا میخواست صندلی اضافی بگیره. بعد این گلا رو اون روز به من هدیه کرد. برگردونم. اوه که بله. دیروزم دختر منو برد با شیرین کمو. دریاچه خیلی زیباییه اونجا. خدا ازتون راضی باشه بچه ها. خیلی در کنارم هستن، خیلی به محبت میکنن، خیلی به فکر منن و چقدر زیباست که مادر در این سن اینجور تحت توجه محبت بچه هاش قرار بگیره. مامانم هم دیروز تلفن باهاش حرف زدم، اونم همینطور. خدا را شکر بچه ها بهش محبت میکنن. منم خیالم اینجا راحته.